کلمه‌ای که از اون نام ایران بلند شد. اقوامی که در ایران حکومت‌های قدرتمند و یک پارچه‌ای به وجود آوردند. آریایی‌ها که بودند؟ چگونه انسان‌های دنیا به وجود اومدن و شدن اقوام مختلف که به یکی از اونها ما میگیم آریایی؟ و اینکه ماهیت آریایی چیست؟ به کسانی که زبان مشترک داشتن میگن آریایی، یا اینکه اینها یه نژاد بودن؟ سلام دوستان، به کانال MHT پادکست خوش اومدید. من MHT هستم. در این کانال سعی میکنم که در رابطه با موضوعی که دوست دارید بدونید تولید محتوا کنم. در این کانال سعی میشه که مطالب بیان شده معتبر باشه و تلاش من بر اینه که روز به روز پیشرفت کنم و ویدیوهای با کیفیت تر و جذاب تری بسازم. بذارید بحث رو ببریم به اونجا که انسان‌ها چطور در دنیا پخش شدن و منشأ انسان‌ها از کجاست و خود آریایی‌ها از کجا اومدن. در ابتدا باید بگم که در دنیا بر اساس دیدگاه‌های مختلف نظرات متفاوتی وجود داره. از دیدگاه دینی حضرت آدم علیه السلام مخلوق خدا و اولین انسان بوده. اما در خصوص دیدگاه دینی ما نمیتونیم تصمیم گیری دقیقی داشته باشیم، چون ما نمیدونیم که چه موقع و در کجا حضرت آدم به وجود اومده. پس ما به مستندات علمی رجوع میکنیم تا مطمئن‌تر باشیم و پاسخهای قانع کننده تری پیدا کنیم. از نظر علمی اولین موجودی که به انسان شبیه بوده و آناتومی مشابه بدن انسان داشته حدوداً 7 میلیون سال قدمت داره، ولی ما چنین انسانی رو مد نظر نداریم. منظور ما اولین انسان مدرن و خردمند، یا به اصطلاح از جنس هومو یا انسان و از گونه ساپینس یا خردمند که با هم میشن هومو ساپینس که این به لاتین هستش، که کلمه هومو همون جنس و ساپینس همون گونه هست. این انسان مدرن حدوداً 200,000 سال پیش از میلاد در آفریقا زندگی میکرده و ما انسان‌های امروزی از تبار همونها هستیم. اما اینا رو گفتیم تا به چی برسیم؟ خب قطعا ریشه تمام انسان‌های دنیا در اولین انسان دنیا که در آفریقا زندگی می‌کرده گره می‌خوره و باید به این مورد دقت کنیم که قطعا اون انسان اولیه نیز طی اتفاقاتی شروع به مهاجرت کرده و به سرزمین‌های دیگری رفته که این در مورد آریایی‌ها و تمام انسان‌های جهان صدق می‌کنه. اما سوال اینجاست: چه اتفاقی موجب شد که سرنوشت فرهنگ‌ها عوض شه و انتقال مردم به سرزمین‌های دیگه و قاره‌های دیگه اتفاق بیفته؟ Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music, watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. حدود 130,000 سال پیش از میلاد گروهی از جمعیت‌های آفریقایی که در منطقه‌ای در شمال آفریقا که امروزه بیابان صحرا هست زندگی می‌کردند که اون موقع یک دره حاصلخیز بوده و با رودخانه‌های متعددی پوشیده شده بوده. گفته میشه که حدود 70,000 سال پیش از میلاد قاره آفریقا 30% از گونه‌های خودش رو از دست داده. بر طبق این نظریه حدود 115,000 سال قبل از میلاد یه سرمایه بزرگ کره زمین رو احاطه میکنه و جهان وارد آخرین عصر یخبندان خودش میشه. در نتیجه این موضوع بیابان صحرا تا ارتفاعات اتیوپی رسیدن
و کوههای مرکز آفریقا با لایه‌های یخ پوشیده شده بودند و رودخانه نیل در شمال خارتوم که امروزه پایتخت سودان هست ناپدید شد. یعنی انقدر سرد شد که یخ زد و با زمین یکی شد. گمون میره که در پایان عصر یخبندان حدود 11700 سال پیش از میلاد صحرا، میگیم صحرا منظورمون اون منطقه صحرا در شمال آفریقا هست، یعنی اونجا قبلا صحرا نبوده، اسمش صحرا، این منطقه رو اسمش صحرا گذاشتن. حالا 11700 سال پیش از میلاد صحرا دوباره تبدیل به یک دره حاصلخیز سبز شده و جمعیت‌های آفریقایی از سرزمین‌های مرتفع ساحلی و داخلی در زیر مجموعه صحرای آفریقا به اون برگشتن. اما گرم و سرد شدن اقلیم به این معنی بود که تا 5000 سال قبل از میلاد منطقه صحرا به طور فزاینده‌ای خشک‌تر می‌شد. اما چرا پس از این یخبندان آفریقا به خصوص منطقه صحرا به سمت خشکی رفت؟ همه چیز به هوازدگی و از بین رفتن ارتفاعات اون مربوط میشه. همونطور که میدونید مهمترین علت هوازدگی آب هست و هنگامی که آب مایع وارد یک شکاف میشه، اگر سرد بشه تبدیل به یخ میشه و یک افزایش حجمی رخ میده که موجب میشه شکاف، مثلا شکاف بین دو سنگ بزرگ و بزرگتر شه و این سنگ در نهایت دو تیکه بشه و از هم جدا بشن و به همین خاطر ارتفاعات زیادی از آفریقا از بین رفتن و دوباره به همین خاطر یک فرایند هوازدگی جدیدی هم خودش رو نشون داد و اون هم باد بود. باد وقتی اومد دیگه مانعی جلوش نبود. قبلا ارتفاعات به عنوان یک مانع به خوبی داشتن عمل میکردن که الان خراب شدن. این اتفاقات موجب شد که باران کم و کمتر بباره، چون باید جای سردی باشه که ابرها میعان کنن و تبدیل به آب شن که این جاهای سرد رو معمولاً کوه‌ها و ارتفاعات ایجاد می‌کردن و نبود اونها باعث این اتفاق شد. خب ما هم می‌دونیم که توی این عصر یخبندان این صحرا داشته تبدیل به بیابون می‌شد و این بیابونه هی گسترش پیدا می‌کرده. خب همین گسترشه باعث شد که مهاجرت مردم به سایر نقاط دنیا از 60,000 سال پیش از میلاد آغاز شه و اونها از وطن نخستین خود در آفریقا بیرون اومده و این در همون زمانی که داشت این بیابون گسترش پیدا میکرد یک مدتی این وایستاده بود، یعنی گسترش پیدا نمیکرد. آب و هوای مرطوب‌تری دست کم در بخشی از صحرای آفریقا به وجود اومد که انسان‌ها پس از رخ دادن این فعل و انفعالات از اون برای مهاجرت بهره بردن. اون انسان‌ها به دنبال خوراک و شکار کم کم از خاور آفریقا به سوی شمال حرکت کردند و پا به خاورمیانه گذاشتند. دانشمندان برای این مهاجرت دو نظریه بیان کردن که ما میایم هر دوتاشون رو بررسی میکنیم. نظریه اول میگه که انسان‌ها از طریق شبه جزیره سینا واقع در مصر وارد آسیا شدن که نظریه منطقی هم هست، چون که قاره آفریقا و آسیا اونجا به هم متصله و یه راه زمینی داره. ولی تو نظریه دوم میگه که بشر از طریق تنگه باب المندب، جایی که فاصله قاره آفریقا با شبه جزیره عربستان کمه، مهاجرت کردن. اینجا یه نکته وجود داره تو نظریه دوم و اونم اینه که در اون زمان به خاطر عصر یخبندان آبهای اقیانوس در یخچال‌های قطبی اون موقع گرفتار شدن
و یعنی به نوعی در اونجا یخ زدن و سطح آب دریا پایین تر از امروز بوده و به همین خاطر فاصله میان دو خشکی در محل تنگه باب المندب بسیار کمتر از امروز بوده و انسان‌ها تونستن از اونجا به مهاجرت خودشون ادامه بدن. این نظریه در مورد انسان‌هایی که به فاصله چند هزار سال در قاره اقیانوسیه زندگی می‌کردن هم صدق می‌کنه. به همین علت اونا تونستن به سرزمینایی مثل استرالیا برن و حتی آمریکا رو مثلا از طریق تنگه بیرین که بین روسیه، منطقه سیبری روسیه با آلاسکا که الان مال آمریکا داره، از اون تنگه‌ای که بین این دوتاست عبور کردن، چون میگن ارتفاع آب اون موقع کمتر بوده. بعد یه نکته هم وجود داره، اون موقع چون اصلا یخبندان بوده و همین الان هم همین شکل هست، اونجا یخ زده بوده، یعنی تنگه بین یه آبهای یخ زده بوده و رد شدن ازش مثل خشکی بوده، یعنی این خشکی ازش رد میشن، یعنی آبی نبوده که مثلا با قایق بخوان رد شن. در مورد استرالیا هم همین نظریه وجود داره، یعنی میگن که ارتفاع آب اون موقع کمتر بوده، مثلا از طریق جزایر اندونزی تونستن اونو مهاجرت کنن بیان به سمت استرالیا. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. همونطور که در بخش قبلی گفتیم، مردمی که در ابتدا در قاره آفریقا زندگی می‌کردن حالا در دنیا پخش شدن. آریایی ها هم در منطقه‌ای که هنوز تو اون شک و تردید وجود داره ولی احتمال داده میشه که در شمال دریای کاسپیان یا همون خزر خودمون پراکنده شده باشن و مردمی هم در فلات ایران پراکنده شدن و زندگیشون پرداختن. این اقوام قبل از ورود آریایی ها به فلات ایران زندگی میکردن و از این قرار بودن: کاسپی ها، کاسی ها، ایلام، گوتی ها، لولوبیان، اوراتوها و ماناییان. حالا بیایم بریم سراغ آریایی ها، ببینیم چی شد که این ایده نژادی آریایی به یک باره ظاهر شد. اول بیایم با هم بررسی کنیم که منظور از آریایی چیه. واژه آریا از واژه‌هایی هست که در متون سانسکریت و اوستایی به کار برده شده و این نام برای همه اقوامی که ریشه هندو اروپایی داشتن به کار میرفت. شاید براتون سوال باشه که هندو اروپایی چیه؟ خب میشه گفت به دسته ای از زبانهای دنیا گفته میشه که همریشه و یه زمانی اینا مشترک بودن، یعنی زبانهایی که در اروپا و زبان هندی با زبان فارسی یک زمانی با هم مرتبط بودن، یعنی یک زمان با هم یکی بودن، یه زبان مشترک رو تشکیل میدن که در گذشته به اون آریایی گفته میشد. اگر واژه آریایی رو از منظر زبان شناسی مورد بررسی قرار بدیم، متوجه میشیم که واژه ار از واژه‌های پهلویه. پهلوی همون زبان مادر فارسیه، یعنی فارسی کهن همون پهلویه که این واژه ار معنی مومن میده و صورت جمع اون هم اران هست. از این رو اران رو مومن و انران رو غیر مومن معنا میکنن. در زبان پهلوی پیشوند ان یا ا نفی هست، یعنی یک کلمه رو مخالف و برعکس میکنه. و همچنین واژه ایران و انیران که از همون واژه آریایی برگرفته شدن در شاهنامه اومده که در معنی دینداران و بیدینان یا زرتشتیان و غیر زرتشتیان هم به کار رفته. گفته میشه که واژه آریا و برگرفته از اون ایران ابتدا در مفهوم یک قوم به کار میرفته و با گذر زمان و مهاجرت این قوم معنای سرزمین به خودش گرفته که حالا این معنا به ما نشون میده که مردمان آریایی مردمان دیندار بودن. حالا هر دینی که در هر کجای دنیا میپرستیدن اونا به اون دین پایبند بودن
حالا واژه آریا تو زبان‌های مختلف به شکل‌های مختلف تلفظ و خونده میشه و برای مثال به فرانسوی که اگر درست تلفظ کنم میشه آقیان. گفته میشه در طول هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی 3000 سال تا 2001 سال پیش از میلاد، آریایی های هندو ایرانی به جغرافیای فلات ایران و شبه قاره هند کوچ کردند. در اصل آریایی ها هنگام مهاجرت به چند گروه تقسیم شدند و یک گروه اروپایی ها بودند و گروه دیگه هندو ایرانی ها بودند و این گروه هندو ایرانی به دو بخش دوباره تقسیم میشه: مردم هند و اقوام ایرانی تبار. اما آریایی ها چگونه وارد ایران و هند شدند؟ Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. درباره این که آریایی ها چگونه و چه راههایی به ایران وارد شدن نظرهای متفاوت و بحث برانگیز وجود داره که واقعا جواب مطمئنی برای این سوال وجود نداره. اما من سعی میکنم چیزی که مورد قبول تره رو قرار بدم. به گفته محققان، گروه های آریایی از طریق دو مسیر وارد ایران شدن. مسیر اول از شمال غربی و از طریق منطقه قفقاز بوده و مسیر دوم از طریق شمال شرقی بوده. آریایی هایی که به ایران مهاجرت میکردن به 3 دسته تقسیم شدن: مادها، پارسها و پارتها. البته یک گروه دیگه هم هست که سکاها نام دارن و آنها بیشتر بیابانگرد و کوچ‌نشین بودن و فقط از اقوام ایرانی بودن و به صورت پراکنده در اوراسیا یعنی آسیا و اروپا زندگی میکنن و از شرق دریای خزر تا غرب اون زندگی میکنن که اتفاقا مردمان نیرومند بودن، ولی اکثر اونها بیرون از فلات ایران زندگی میکردن. اما اون 3 گروهی که وارد فلات ایران شدن، 2 گروهش یعنی مادها و پارسها از طریق مسیر اول و پارتها از طریق مسیر دوم به فلات ایران حرکت کردند و وارد ایران شدند. اما یک سوال پیش میاد: آریایی‌ها هنگام ورود به سرزمین ها چه رفتاری با بومیان اونجا داشتن؟ چون طبیعتا به هر سرزمینی که پا می‌ذاشتن قبلا اونجا یه افرادی زندگی میکردن دیگه. میخوایم بدونیم که چه رفتاری با بومیان اون سرزمین داشتن. ریگ ودا اگر نمیدونید چیه، یک مجموعه از اشعار و سرودهای مذهبی هندوه که به زبان سانسکریت ودایی نوشته شده و از کهن‌ترین متون زبان هندو اروپاییه. در اون آریایی هایی که به هند مهاجرت میکردن رو مهاجمان و جنگجویان سفید پوستی معرفی کرده که از آسیای میانه که میشه از طرف افغانستان و اون طرفترش ازبکستان و قزاقستان که پارت هم از همونجا به ایران اومدن. حالا اینا به شمال هند با عرابه های فلزیشون یورش میبرن و شهرهای دراویدی ها رو نابود میکنن. شاید براتون سوال شه که دراویدی ها کیان؟ دراویدی ها یک نژاد سیاه‌پوست هستن که در هند زندگی میکنن و امروز هم هنوز در هند هستن. و ریگ ودا در ادامه میگه که آریایی ها پس از اون شهرهای باشکوهی بنا کردن و دانشمندان زیادی پروروندن. خب طبق این گفتهای ریگ ودا ما میتونیم نشانه های رو در هند امروزی ببینیم. در حال حاضر اگر هندی های جنوب هند رو یه نگاه بندازیم میبینیم که رنگ
پوستشون با مردمی که در شمال هند زندگی میکنن فرق داره. خب میشه گفت علت این همون هجوم آریایی هاست و مردمی که در جنوب هند زندگی میکنن همون بازماندگان دراویدی ها هستن، ولی مردمی که در شمال هند زندگی میکنن دورگه آریایی دراویدی هستن. در واقع اون دسته از آریایی ها که به هند رفتن با بومیان دراویدی آمیختن و هندو آریایی ها رو به وجود آوردن، یعنی با اونا ازدواج کردن و نسلشون ترکیب شده، یعنی آریایی هایی که با دراویدی ها ترکیب شدن. اما در مورد ورود آریایی ها به ایران چطور؟ آیا آریایی ها به ایران هم یورش بردن؟ در واقع مدرک خاصی بر اثبات این موضوع وجود نداره و اثری که نشون بده که این دو با هم درگیری داشته باشن موجود نیست. این موجود نبودن مدرک نمیتونه به این معنی باشه که درگیری رخ نداده یا اینکه درگیری رخ داده. اما نظر بسیاری از مورخان اینه که درگیری رخ نداده و به صورت مسالمت آمیز اینا با هم میزیستن، اما باز نمیشه به طور 100% گفت که هیچ درگیری بین اونها رخ نداره، چون کلا مدارک و مستند خاصی در این باره وجود نداره و ممکنه که رخ داده باشه و ممکنه که به صورت مسالمت آمیز اونها کنار هم زندگی کرده باشن. واژه آریایی در زبانهای اروپایی به معنی زبانهای هندو اروپایی و در نهایت به معنی سخنگویان به این زبان به کار رفته. در سده یا قرن 19 زبان یکی از ویژگی‌های نژادی به شمار می اومد که در نتیجه اون سخنگویان به زبانهای هندو اروپایی نژاد آریایی نام گرفتن و بدین نه از سخنگویان به زبانهای سامی مثل عربی و عبری جدا شدن. خیلی از مورخان معتقدن که آریایی ها یک قوم و یک نژاد بودن و اونها به سرزمین‌های دیگه مهاجرت کردن و در اونجا زندگی میکردن و طبعا مردمی که الان در اون مکانها زندگی میکنن باید از همین قوم و نژاد باشن. یکی از این مکانها هم گفتیم که ایران بوده، اما دانشمندان امروزی این رو رد میکنن و میگن این واژه آریایی کلمه منسوخ شده است و از طرفی دیگه مردم ایران تفاوت ظاهری قابل توجهی با مردمی که در اروپا زندگی میکنن دارن. بذارید با تعریف یک مفهوم این موضوع رو براتون روشن کنم. همه ما انسان ها زمانی در آفریقا زندگی می کردیم و قبلتر از اون همه ما از یک ریشه مشترک بودیم و نیاکان ما زمانی مثل هم بودن. پس چرا اون مردمی که در آفریقا زندگی می کنن الان سیاه‌پوستن ولی برخی در شرق آسیا زرتوست و برخی سفید پوستن؟ این یک اصطلاح داشته که بهش میگفتن تکامل، که در حال حاضر از این کلمه دیگه استفاده نمیشه و کلمه اشتباهی هم هست و از کلمه فرگشت دیگه استفاده میکنیم. بذارید این کلمه رو اینجوری براتون معنی کنم. به این مثال دقت کنین. یه درخت میوه رو تصور کنید که یک دسته از پرندگان اون رو دیدن و بهش نزدیک شدن و میخوان که اونجا زندگی کنن. حالا کاری ندارم که این پرنده ها میخوان مهاجرت و کوچ کنن. این صرفاً یه مثال برای درک این موضوع و ما میخوایم تصور کنیم که اونا میخوان برای یک مدت طولانی اونجا زندگی کنن، مثلا چندین هزار سال. یه بخش از اون پرنده ها میرن و روی درخت برای خودشون لونه و سرپناه درست میکنن و اونجا زندگی میکنن و یه بخش دیگه از اونها دیگه نمیتونن روی اون درخت برای خودشون جایی رو داشته باشن، چون براشون جا و مکانی باقی نمونده و بقیه پرنده ها اونجا زندگی میکنن و مجبور میشن زیر درخت زندگی کنن و از میوه هایی که روی زمین میریزه تغذیه کنن و لونه و آشیانه خودشون رو هم همونجا بنا کنن.
حالا کاری اینجا هم دوباره کاری به خطراتی که اونا رو تهدید میکنه نداریم. فرض میکنیم که اونا تونستن زنده اونا زندگی کنن. خب طبیعتا اون گروه که روی درخت زندگی میکرده بیشتر به پرواز کردن نیاز داشته و از این طریق نیازهای خودش رو برآورده میکرده. اما گروه دوم وضع متفاوتی داشته. اونا روی زمین زندگی میکنن و همونجا هم تغذیه میکردن و نیازی به پرواز کردن هم نداشتن. خب همین که اونها به پرواز کردن احتیاج نداشتن موجب شد تا اونها به مرور زمان با جفتگیری بین همگروه‌های خودشون این توانایی پرواز کردن رو نسل به نسل از دست بدن و طی یک مدت زمان نسبتاً طولانی باعث شد که این دو گروه به دو گونه متفاوت تبدیل بشن و گونه دوم تبدیل به پرندگانی مثل مرغ و از این قبیل بشه که اینا نمیتونن پرواز کنن و روی زمین زندگی کنن. خب این دو گروه در ابتدای کار میتونستن با هم جفتگیری کنن، اما وقتی که دو گونه متفاوت شدن دیگه این امکان براشون وجود نداشت. به این فرایند ما فرگشت میدیم. داستان ما انسان ها هم از همین ابتدا همین بوده. شاید دلیل تفاوت ما ایرانی ها با اروپایی ها یا حتی هندی ها هم به همین دلیل باشه، اما به هر حال مهم نیست که اسم خودمون رو چی بذاریم، از این قوم یا نژاد و یا هر اسم دیگه که براشون بذاریم، به خاطر شرایط زندگی و آب و هوایی که هر گروه مختلف از اونها در اون میزیستن، در طول زمان فقط زبانی با ریشه مشترک که مردم آریایی استفاده میکنن باقی مونده و همین زبان هم دستخوش تغییرات زیادی بوده و در حال حاضر این زبان ها نام هندو اروپایی رو به خودشون گرفتن. ما کاری نداریم که این واژه چقدر مورد سوء استفاده و نژاد پرستی قرار گرفت، چون اینها موضوع این بحث ما نیستن. اما به طور کلی شاید آریایی ها یک زمان یک فرهنگ و به نوعی یک نژاد و قوم بوده باشند، اما در حال حاضر نمیدونیم به این که این مردمان آریایی هنوز یک نژاد و عضو یک گروه هستند، چون زمان و همین فرایند فرگشت قطعا روی این موضوع تأثیر گذاشته. پس دیگه روی این اقوام تغییر یافته که در ایران، هند، اروپا و سرزمین‌های دیگه‌ای که از همین افراد بودن نمیشه نام نژاد آریایی گذاشت، اما یه اسم مناسب‌تر رو میشه گذاشت، اون هم به تنها چیزی که بین این اقوام مشترک مونده رو اشاره میکنه، یعنی زبان هایی که از هندوستان و ایران کشیده شده تا اروپا، زبان های هندو اروپایی. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against